500 سال از مرگ آخرین شاهنشاه هخامنشی می‌گذشت. 500 سال که ایران زیر سایه سنگین بیگانگان و سپس در دست اشکانیان هرگز نتوانسته بود به آن شکوه دیرینه بازگردد. اما سرنوشت خوابی دیده بود برای مردی چوپان در دل کوههای پارس. در سال 180 میلادی در روستای خیر در حاشیه جنوبی دریاچه بختگان فارس از ساسان چوپانی از نژاد دارا و رودگ دختر بابک مرزبان پارس کودکی زاده شد که قرار بود تاریخ این سرزمین را برای همیشه دگرگون کند. نامش را اردشیر نهادند، همان اردشیر که بعدها او را بابکان خواندند. او از چوپانزاده‌ای گمنام برخاست، دژها ساخت، سقا آراست، اردوان آخرین شاه اشکانی را در نبرد ارمزدگان از پای درآورد و برای نخستین بار پس از هخامنشیان تمام ایران را زیر یک پرچم متحد کرد. اما داستان اردشیر فقط داستان فتوحات نیست، داستان خواب و تعبیر است، داستان عشق و گریز است، داستان خیانت و انتقام است، داستان پیوند دین و دولت است، داستان تولد یک شاهنشاهی است که 4 قرن بر جهان پهناور آن روز فرمان راند. بشنوید از اردشیر بابکان، از خوابهای پدرش بابک، از شکار گور و خشم اردوان، از عشق پنهانی و گریز شبانه، از نبرد هرمزدگان و پایان اشکانیان و از تاجگذاری در تیسفون. در سالهایی که اردوان پنجم آخرین شاهنشاه اشکانی بر ایران حکومت می‌کرد، پارس به دست بابک سپرده شده بود. بابک از طرف اردوان در این سامان امیر و مرزبان بود، اما فرزندی نداشت تا جانشین او باشد. بابک چوپانی داشت به نام ساسان که از خاندان دارا شاهنشاه قدیم ایران بود. پس از آن که اسکندر یونانی به ایران تاخت و شاهنشاهی دارا به پایان آمد، خاندان وی پراکنده شدند و از بیم جانشینان اسکندر پنهان میزیستند. ساسان نیز چوپانی پیشه کرده بود و روزگار را با شبانان و چادرنشینان به سر می برد، بی آنکه بابک بداند این چوپان از چه نژادی است. تا اینکه شبی بابک در خواب دید که خورشید از سر ساسان میتابد و همه جهان را روشنی میبخشد. شب دیگر باز در خواب دید که ساسان بر فیل سفید آراسته‌ای سوار است و همه مردمان کشور در برابر او سر فرود میآورند و او را ستایش میکنند. شب سوم در خواب دید که 3 آتش مقدس که در 3 آتشکده بزرگ ایران جای داشتند همه در خانه ساسان می‌درخشند و به سراسر جهان فروغ می‌فرستند. بابک را این خوابها شگفت آمد. چون روز شد دانایان و خوابگزاران را پیش خواند و هر 3 خواب را با آنها در میان گذاشت. خوابگزاران گفتند تعبیر این است که کسی که در خواب دیده ای یکی از فرزندان او به پادشاهی خواهد رسید. خورشید و پیل سفید آراسته نشان چیرکی و توانایی و پیروزی است. آن 3 آتش مقدس نشان طبقات سگانه مردم است: پیشوایان دینی، سپاهیان و جنگجویان و کارورزان و برزگران. از این خواب چنین برمی آید که همه طبقات مردم کسی را که در خواب دیده ای هواخواه و فرمانبردار خواهند بود. بابک چون این سخن بشنید ساسان را به پیش خواند و خلوت کرد و از او پرسید: ساسان، بگو که تو کیستی و از چه نژادی؟ ساسان گفت: اگر شاه مرا زنهار دهد و گزند و زیان نرساند، نژاد خود را آشکار خواهم کرد. بابک وی را زنهار داد و ساسان راز خود را باز گفت که از نژاد دارا شاهنشاه قدیم ایران است. بابک چون دانست که ساسان از نژاد داراست شاد شد و دانست که خوابگزاران به خطا نرفتند. آنگاه فرمان داد تا جامه شاهوار آوردند و به ساسان پوشاندند و او را در کاخی نیکو جای دادند و بزرگ داشتند. پس از چندی نیز وی را به دامادی خود پذیرفت. از ساسان و دختر بابک اردشیر زاده شد، کودکی برازنده و چابک و پرشکوه. بابک چون چنین دید دانست که بزرگی و سرفرازی در طالع اوست.
اردشیر را به فرزندی پذیرفت و در پرورش او کوشید. چون بزرگتر شد، آموزگاران بر او گماشت تا خواندن و نوشتن و سواری و تیراندازی و شکار و دیگر هنرها را بیاموزد. اردشیر در دانش و فرهنگ و هنر چنان شد که آوازه‌اش در سراسر پارس پیچید و دیری نپایید که کسی از وی نامی‌تر نبود. وقتی اردشیر به 15 سالگی رسید، خبر به اردوان پادشاه اشکانی رسید که بابک فرزندی دلیر و نامدار دارد که در همه کشور مانند او نیست. اردوان به بابک نامه نوشت که شنیدم فرزندی شایسته و هنرمند و با فرهنگ داری. سزاوار آن است که او را به دربار ما بفرستی تا با شاهزادگان و فرزندان ما به سر ببرد و ما او را در خور دانش و هنرش پاداش نیکو دهیم. بابک از دور کردن اردشیر خوشنود نبود، اما اردوان نیروی بسیار داشت و سر از فرمان او پیچیدن دشوار بود. ناچار فرمان داد تا اردشیر را آراستند و او را با 10 غلام و ارمغانهای شایسته به دربار اردوان روانه ساخت. اردوان چون برز و بالای اردشیر را دید شاد شد و او را گرامی داشت. فرمود تا اردشیر با شاهزادگان و فرزندان او در سواری و شکار و چوگانبازی انباز شود. اردشیر نیز چنان کرد. به زودی آشکار شد که وی در همه این هنرها از دیگر شاهزادگان آزموده‌تر و چالاکتر است. اما این برتری دیری نپایید که خشم و حسادت را برانگیخت. روزی اردوان با اردشیر و شاهزادگان به شکار رفت. ناگاه گورخری از برابر آنان گذشت. فرزند بزرگ اردوان از پی گور تاخت اما به وی نرسید. اردشیر از پس در رسید و تیری به جانب گور انداخت. تیر در شکم گور فرو نشست و از سوی دیگر رفت و گورخر به زمین افتاد. اندکی بعد اردوان با سواران فرا رسیدند و چون گور را چنان دیدند از مهارت کماندار در شگفت ماندند. اردوان پرسید این تیر را که انداخت؟ اردشیر گفت من انداختم. فرزند بزرگ اردوان گفت نه چنین نیست، من انداختم. اردشیر از این ناراستی خشمگین شد و گفت مردانگی و هنر را به دروغ و نیرنگ به خود نمیتوان بست. اگر راست میگویی بیا تا بار دیگر آزمایش کنیم تا دانسته شود مرد و دلیر کیست. اردوان را این گستاخی و بی‌پروایی شگفت آمد و بر اردشیر خشم گرفت و گفت پس از این نباید بر اسب بنشینی و با شاهزادگان به چوگان و نخجیر بروی. جای تو سرای ستوران است و کار تو تیمار اسبان. فرمان ما این است که در ستورگاه بمانی و شب و روز از ستوران دور نشوی. در دربار اردوان دخترکی بود خوبروی و پرآزرم که از همه زنان دربار نزد اردوان گرامی‌تر بود و خدمت خاص اردوان را به عهده داشت. یک روز اردشیر در ستورگاه نشسته بود و نای میزد و سرود می‌خواند. دخترک از آنجا می‌گذشت. چشمش به اردشیر افتاد و فریفته او شد و نزد او خرامید. و اندک زمانی پیوند مهر میان ایشان استوار شد. هر زمان که اردوان غافل میشد، دخترک نزد اردشیر میرفت و وقت را با وی به سر میبرد. روزی اردوان دانایان و اخترشناسانی را که در دربار بودند پیش خواند و گفت در ستارگان بنگرید و بگویید در طالع من و فرزندان من و مردمان و شهریاران دیگر چه میبینید؟ اخترشناسان در حرکت ستارگان نظر کردند و طالع انداختند. آنگاه سالار ایشان پیش رفت و گفت شاها، بنده‌ای که از امروز تا 3 روز دیگر از خداوندگار خیش بگریزد به پادشاهی خواهد رسید. کنیزک چون سخن اخترشماران را شنید، شب هنگام به اردشیر باز گفت. اردشیر در اندیشه گریز شد. با همراهی کنیزک که مقداری از درم و دینار اردوان را با خود آورده بود، پس از گرفتن دوباره از بارگان اردوان به سوی پارس گریختند. روز هنگام چون اردوان کنیزک را خواست، او به جای نبود. خبر گریز او را به آگاهی اردوان رسانیدند. اخترشماران نیز اعلام کردند که اگر تا 3 روز دیگر دستگیر نشود، دستگیری وی ناممکن خواهد بود. اردوان بیدرنگ به ردیابی آنها پرداخت.
اما چون فره کیان با اردشیر بود، اردوان به او نرسید. گروهی از مردمان پارس که از اردوان دل خوشی نداشتند، در ساحل دریا به او پیوستند. در رامش اردشیر، بناکنامی با سواران و نزدیکان خود به خدمت اردشیر رسید و اظهار یگانگی نمود. اردشیر آنجا بوخت اردشیر را بنیاد نهاد. اردشیر پس از گریز و رسیدن به پارس، توانست با یاری هوادارانش برادر خود شاپور را که بابک پیشتر به جانشینی برگزیده بود، از میدان بدر کند و حاکم بلا منازع پارس شود. سپس سکه‌ای ضرب کرد با تصویر خود بر روی سکه و پدرش بابک در پشت سکه تا مشروعیت خود را آشکار سازد. اردوان که از قدرتگیری اردشیر به خشم آمده بود، لشکری گران فراهم آورد و به سوی پارس حرکت کرد. دو سپاه سرانجام در تاریخ 28 آوریل سال 224 میلادی در دشت هرمزدگان با یکدیگر روبرو شدند. نبرد سخت و بی‌امانی در گرفت. 4 ماه هر روز جنگیدند. اردوان از ری و دماوند و دیلمان و طبرستان و دیگر شهرها کمک خواست، اما اردشیر با شجاعت و درایت لشکر اشکانی را در هم کوبید. سرانجام اردوان در میدان نبرد به دست اردشیر کشته شد و همه مال و ثروت و خانواده او به چنگ اردشیر افتاد. دختر اردوان را نیز به همسری خود درآورد. پس از پیروزی بر اردوان، اردشیر به پارس بازگشت و به ساختن شهرها و کندن نهرها و روان ساختن رود و آباد کردن زمینها و بنا کردن آتشکده‌ها پرداخت. در سال 226 میلادی اردشیر بابکان در معبد آناهید در شهر استخر پارس تاجگذاری کرد و خود را شاهنشاه ایران نامید. او برای نخستین بار پس از هخامنشیان سرزمینی را که ایران شهر یا ایران می‌خواندش زیر یک پرچم متحد کرد. پس از پیروزی 2 فرزند اردوان که بهمن و روشن نام داشتند به هندوستان گریختند. آن 2 فرستاده‌ای با جامی زهر نزد خواهر خود که همسر اردشیر شده بود فرستادند و از او خواستند تا اردشیر را با آن زهر مسموم کند. روزی اردشیر از شکار باز می‌گشت. دختر اردوان جامی از یاقوت زرد پر از شربت و زهر برای او آورد. چون اردشیر جام را به دست گرفت، دستش لرزید و جام بر زمین افتاد و بشکست. اردشیر بدگمان شد و فرمان داد تا مرغی آوردند و از آن زهر به مرغ خورانیدند. مرغ بمرد. اردشیر خشمگین شد و به موبدان موبد دستور داد تا آن زن را بکشند. زن به موبد گفت که از اردشیر آبستن است و 7 ماهه. موبد بهانه آورد و خواستار گذشت شاه شد، اما اردشیر نپذیرفت. پس موبد او را به خانه خود برد و پنهان داشت تا زمانی که آن زن فارغ گردید. فرزندش را شاپور نام نهاد. روزی اردشیر به هنگام شکار گور نری را دید که چگونه برای رهایی گور ماده و گور ماده برای رهایی بچهش خود را به دم تیغ سپردند. این رخ داد اردشیر را به یاد آن زن و فرزندش انداخت و سخت اندوهگین شد. موبدان موبد بهانه این اندوه را پرسید و اردشیر داستان را باز گفت. چون موبد پشیمانی اردشیر را دید، راز خود آشکار کرد. اردشیر شادمان شد و پاداشی سزاوار به موبد داد و شاپور را به رسمیت شناخت. اردشیر بابکان تنها یک فاتح نبود. او سازمان دهنده‌ای بزرگ بود که بنیادهای شاهنشاهی ساسانی را برای 4 قرن آینده پیریزی کرد. او 8 شهر در ایران ساخت که از آن جمله میتوان به خوره اردشیر، فیروزآباد کنونی، بهاردشیر، رام هرمز اردشیر و ریواردشیر اشاره کرد. او مردم را به 4 طبقه تقسیم کرد: اسواران، جنگجویان، موبدان، روحانیان، پزشکان و دبیران و اخترشناسان و کشاورزان و پیشوران. هدف او از این تقسیم بندی ایجاد نظامی منظم و پایدار بود که هر کس جایگاه خود را بداند. اردشیر برای نخستین بار در تاریخ ایران
دین زرتشتی را آیین رسمی کشور اعلام کرد و پیوند دین و دولت را استوار ساخت. او به تنصر، موبد موبدان، دستور داد تا اوستای قدیم را جمع آوری و به زبان پهلوی ترجمه کنند. او باور داشت که خطرناکترین افراد کسانی هستند که دین را وسیله رسیدن به قدرت می کنند. از این رو موبدان را با عطایا و بخشش‌ها تحت کنترل خود داشت. او همچنین ارتش دائمی و منظمی به نام سپاه جاویدان ایجاد کرد و دستگاه جاسوسی گسترده‌ای در سراسر کشور گماشت تا از هر گونه شورش و نافرمانی آگاه شود. نظام اداری متمرکزی پدید آورد که تا پایان دوران ساسانی پابرجا ماند. اردشیر پس از تثبیت قدرت در ایران به روم لشکر کشید و توانست شهرهای نصیبین و حران را به قلمرو ایران بیفزاید و ارمنستان را نیز تصرف کند. اردشیر بابکان پس از نزدیک به 15 سال پادشاهی در سن 78 سالگی حکومت را به پسرش شاپور یکم سپرد. او در فوریه سال 242 میلادی در زادگاهش استخر پارس چشم از جهان فرو بست. اما آنچه از خود به یادگار گذاشت تا قرنها بعد ماندگار شد. او اشکانیان را که نزدیک به 500 سال بر ایران حکومت کرده بودند برای همیشه از میان برداشت و سلسله‌ای بنیان نهاد که 4 قرن بر جهان پهناور آن روز فرمان راند. اردشیر به ایران شخصیت تازه‌ای بخشید. او برای نخستین بار نام ایران را بر یک واحد سیاسی مشخص نهاد. در کتیبه‌هایش خود را شاهنشاه ایران خواند و قلمرو خود را ایران شهر نامید. این مفهوم ایران چنان در حافظه جمعی ایرانیان ریشه دواند که تا امروز زنده و پایدار مانده است. او ساسانیان را از یک چوپان از نژاد دارا به شاهنشاهی رساند. او از یک کنیزک گریخته از دربار شهبانوی ایران ساخت. او از یک جوان رانده شده از درگاه اردوان بزرگترین پادشاه زمان خود شد. داستان اردشیر بابکان داستان بلند پروازی و ایمان است. داستان خوابهایی که تعبیر شدند و آرزوهایی که به حقیقت پیوستند. داستان مردی که نه از راه میراث که از راه شایستگی و فرده ایزدی به پادشاهی رسید. و اینک 18 قرن از آن روزگاران می‌گذرد. تیسفون، آن پایتخت با شکوه، ویران شده و در بادیه‌های عراق تنها مانده است. کاخ اردشیر در فیروزآباد هنوز پابرجاست، اما بادها و طوفان‌ها بر پیکر استوارش می‌وزند. نام اردشیر بابکان اما نمرده است. در شاهنامه فردوسی نزدیک به 700 بیت به او اختصاص یافته. در کتاب کارنامه اردشیر بابکان که به زبان پهلوی نوشته شده، داستانهای او برای همیشه ثبت شده است. چرا؟ زیرا اردشیر به ما آموخت که میتوان از پایین ترین طبقه برخاست و به اوج رسید. او به ما نشان داد که اراده و ایمان قوی‌تر از هر ارتشی است. او به یادمان آورد که ایران نامی است که هرگز از صفحه روزگار محو نخواهد شد. اردشیر بابکان، آن بنیانگذار بزرگ، در تاریخ ایران چنان جاودانه شد که هر جا نامی از ساسانیان برده شود، نام او نیز در کنارش تنین می‌اندازد. گویی او هنوز زنده است، هنوز بر تخت تیسفون نشسته، هنوز به موبدان پند می‌دهد، هنوز فریاد می‌زند که ایران شهر پاینده باد. یادش گرامی و راهش پر رهرو.